فجاعه مرگ‌های ناگهانی اینجا شتگیم برادر عزیز که می‌بینی که کس میگه مازم گلی شیدم تو ایسوسوش میکنن که مود است ولی در همین یوتیوب مرگ‌های ناگهانی را دیدیم سیوره کوخی همین برآمد کردیسه که هر کی میگفته بود همون مرگ‌های ناگهانی هست حرکتش مثال از صداش تستره اگه تصور کنید که جبرائیل وقتی گفت مشکلاتی که پیامبر دا میشید رنگی که تلفن میکنی جبرائیل در یک زمانی میرسید از چی کم مسافه مثال جبرائیل میاد ایره هیچ کس نمیدونه مسافه ایره هیچ کس نمیدونه که چی کم مسافه دوره در یک لحظه میرسید که مثال الله با تو سلام گفت و حل همین مسئله همینه بگو مردم ببین چقدر مقصد پیامبر در پهلوش خیلی یک یاری داشت که همیشه دلش مثال پر بود و مستحکم بود لیکن همین جبرائیل با همون قدر مثال عظمتی که داشت هر عایشه مادرم میگه که من که جو میفهمیدم که جبرائیل اومدیست میگم میدیدمش که عرقاش میریزه او اینجا رحکی میکرد اینجا عرقای حضرت ریختن میگرفت همین خیلی یک وایما و یک چیز زیرش میکرد من میگه بعد همین صدای زنبور بود ما نمیدیده میگه مثال جبرائیل با صورت اصلیش همین عایشه مادرم دیدگی در صورت دهه قلبی حتی همون میگه در پهلوش تگی بود صورت دهه قلبی قدیسی دهه قلبی مردکی بازیکای تاریخ شروع بود است صورت اون در روماگی بود است میگه هم پهلوش تا شیش تا از بس که برای پهلوی پیامبر در مردم بیگناه که میومد ما نزدیک نمیشتیم ما دورتر بودیم میگه همینجا اشاره کرد که با اشاره سلام بگویم ما بعد میگه وقتی من رفتم جبرائیل رفت است بعد پیامبر گفت که شناختی را گفت ها دهه قلبی بود گویی جبرائیل بود بعد سلام گفت در صورت هم یگانه یکی از فضیلت های عایشه مادرمون همین بود دوی میگو که من 10 خصوصیتی دارم که یگان زن ندارم یک تش همین که مرا جبرائیل دیدگیم و مرا سلام گفتگی مقصد هیچ کدام را سلام گفتگی نیست ولی وقتی همین جبرائیل گیره بردش به همون جای در کاری را گفت این همین جای گفت مقام من محمد او طرف شکل برم لو تقدم تو شیبرا لحترختو با بزرگی الله قسم اگر از یک وجب او صبره من بالا میسوزم من دیگه حق ندارم اون طرف شکل پیامبر رفت او شیخ زاده ای ساربان آهستران کارام جانم میرود این میگه ندای زمین بود ندای زمین بود که مثال به طرف همین براق گفته ساده براق آستتر آخی آرام جان ما همیه این برکت ما همیه تیره گرفته برده سای آستتر بر مقصد تا شتاق کتی نبرش اکل همون جهان بین میگه همون مقامی را که رفتم میگه وقتی میرم پرده کشوده میشه میرم پرده کشوده میشه مثلا همه نوره انا که همین من مقصدم چی بود که عوف ابن مالک وقتی آمد غزوه تبوک ده گفت که 6 چیزی هست ای عوف بگو من حساب که تا همینا نشوند هیچ وقت قیامت قایم نمیشه گو بگو حضرت گو یکم مرگی من تا ما از دنیا نگذارم قیامت قایم نمیشه برای چی میگه حضرت میگه به خاطری که میگه صحابه اعتقادشون میبود که این همین خیلی مرتبه مقامش بلند پیش کرده که این ابدی زنده میمونه این خروجونشون نمیگیره همین خیلی گمانشون همین بوده همین قدر اعتماد داشتن که محمد ابدی میمونه برای همین آیت هم آمد اینک میتون و اینهم میتون محمد به مردم بگو که یو میدونی که اعتقادشون چیه که تو زنده ابدی میمونی بگو منم میمرم شما هم میمری همه شما هم میمرید منم میمرم همین را بگو مردم که بدانم آگاهی داشته باشن گفت یکم نشانه آمدن قیامت هم این بعد از آن میگه حضرت عوف میگه گفت دویم چیزی که تا قیامت تا همون نشود قیامت نمیاد این هست گفت که تا اگر بیت المقدس اگر فتح نشود این همی جایی که فلسطین در بیت المقدس میگن تا همین اگر مسلمان ها خب تصرف کرده از خود نکنند قیامت قایم نمیشه
بله حضرت عمر پاکتگیر شد دوره حضرت عمر رفت خودش حضر رفت حتی میگه در همونجا انا گفتنش که بیا اینجا نماز بخون اینجا بیا نماز بخون گفت من همون جایی که حضرت خوندگه من در همونجا نماز میخونم میگه نزد محراب رفت در نزد محراب میگه رفت نماز شد مقصد حضرت عمر در همون درون نماز خونده اگه فرق کرد در همون زمان مقصد گرفتش امیرت این مقصد چیشم اومد گفت سیون گفت گفت مرگ ناگهانی زیاد میشه موت الفجعه او فجاعه مرگ های ناگهانی اینجا شتگیم برادر عزیز که میبینی که کس میگه بچه مازم گرفت کلی شیدم توی سوسوش میکنن که مرد است ولی در همین یوتیوب مرگ های ناگهانی را دیدیم سیوره کوخی همین برآمد کردیسته که هر که میگفته بود همون مرگ های ناگهانی هست در خدا وقت داشتن میگفتن که ای مرگ ناگهانی مردم پناه طلب میکرد که خدای مقصد ای مرگ ناگهانی با مقصد چی بود؟ مقصد که اکل یک وصیت نمیکردم یا نصیحت نمیکردم برای همین یک پیامبر میگه شما حقی در باریش سر موندن ندارین تا اگر وصیتتون کردگی نباشه چی معامله مالی که در دنیا داریم تو باید در بالای ورق همه کتابچیدگی باشه زیرا که هر لحظه پیک رحمان و سراغ ما آمدنش امکان داره هر لحظه امکان داره ما نگیم که مقصد خیلی مثل برادر طبیب و من نگیم که این مقصد ایمونیتیتم به حد بلنده نگیم مقصد خیلی سوسنه ما مقصد شرایط بیو دیگر یاشم نه این مرگ به هیچ کدام اینا ولی سری آیت خوندم الله مهربون میگه این تکونو یدریکم الموت اینما تکونو یدریکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده خدا میگه اگر در بروج های مشیده بروج گفته اونا در دبی هم بروج هست که بروج خلیفه 828 متر سال درازیش خب خدا میگه اگر در همون بروج ها هم که درآیین یدریکم الموت مرگ همونجا شما را میآورد یعنی شما از مرگ هیچگاه روی خلاصی ندارید در همه جا مرگ شما را میآورد از این یگان مقصد نه در پوشیده می شود نه قطعی یگان مصلحت کرده می شود همین زمانی که آمد می آید برای همینه که پیامبر میگه استعید للموت قبل نزول الموت شما آگاه شیدین که همتون مردنیه برای همین یعنی آمادگی برای مردن داشته باشید این حاضر بین برادران خدامون چخیل حاضر یک چی داریم من 4 سومک یافتم در رو مثال چخیل میکنم فکر فرزنده کامو میکنم میگم میرم مثال یک جا با جا کنم ایشه نیجا کنم ایشه ایجا کنم ایشه نمیسال دیگر همه همیه را میکشم ولی آمادگی مردم در این قدر فکرهایی را که در اینا صرف کردم جا با جایی که اینا قدر دارم این قدر برای مردن خودم اندیشه نکردیستم که من شاید که مثال من نقشه بسیار دارم لیکن با نقشه ها موفق نشیدن من امکان داره که من نرسم به همین چیز برای همین گفت که مرگ ناگهانی یکی گفت از همون چیزهایی هست که تا اگر همین بر بالای امت من نیا یعنی هیچ وقت قیامت قایم نمیشه مرگ های ناگهانی زیاد میشه بعد مرگ های ناگهانی را برادران حدیث های دیگری که داریم میگه هرگاهی که فحش و فاحشگی زیاد شد چند قدر همی فحش زیاد شد چند قدر همی حرامی و حریجی زیاد شد همون قدر مرگ زیاد میشه چون پیامبر میگه اگر دیدین که آسمان نمیباره دیدین که خشکی آمد بدونین که پولداراتون زکات ندادیستن پیامبر خدا میگه کسی اگر دیدین که خشکی آمد میگن این بچه چیکار کرده که باید تمام باران نیست پیامبر گفت بدونین که بایوهاتون زکات ندادن وقتی دیدین که مرگ زیاد شد میگه ببینید وقتی دیدین که مرگ زیاد شد میگه دانین که در بینتون فحش و فاحشگی زیاد شده حرامی و حرجی به حد زیاد شده میگه وقتی دیدین که مالهاتون تلف شده است مالها تلف شده است
мол тамоман баракат накесай. Будонем ки савдогаротон дар тарозу мардумо фирб кардис. вақте савдогаротон дар тарозу мардумо фиреб мекунанд ё дар нархнаво мардумро ҷабр мекунанд, худованд итараб дар молҳотон талаф медиҳад, зарараш дар молҳотон мерасад. ин ҳами айда анами маргҳои ногаҳонирам иллатшо пайғамбар ҳам хел мегӯяд. дар ҳадисҳои бухорӣ дар боби ашроти соа нишони қиёмат дад. гуфт дигар чизе ки авф бар ёдут бигӣ ҳамине ки то агар вабо наёяд, вабо ин вирус, то ҳамин вирус агар наёяд ва уммати мара кам накунад, қиёматам қоим намешавад. пайғамбар гуфтааст ки ла тафна уммати